ای آدمی، چه تو را به گناه دلیر کرد و با پروردگارت به خیرگی واداشت و چه شد که به هلاک کردن خود خو کردی؟ آیا بیماریت درمان و خوابت پایان ندارد؟ آیا نمیخواهی آن دلسوزی که به دیگران میکنی به خود کنی؟ بسا زیر آفتاب مانده ای را میبینی و بر او سایه میافکنی، یا دردمندی را مینگری که تنش نحیف شده است و تو بر او از سر دلسوزی میگری. پس چرا بر بیماری خویش شکیبا و بر مصیبت خود دلیری؟ چه تو را واداشت که شکیب ورزی و بر جان خویش نگری، با آنکه جانت نزد تو عزیزترین است؟ چگونه ترس از عقوبتی شبانه تو را از خواب غفلت بیدار نمی کند، با آنکه تو با ارتکاب گناه در گرداب خشم خداوند فرو افتاده ای؟ پس درد سستی را در دلت با اراده درمان کن و خواب غفلت را از چشمانت با بیداری بزدا و فرمان بردار خداوند و با یاد او مأنوس باش. هنگامی که از او روی میگردانی در نظر آور که او چگونه به تو روی میآورد و به بخشایش خویش فرا میخواند و با بخشش خود گناهانت را فرو میپوشد، در حالی که تو همان دم از او به دیگری روی آورده ای. فرابرتر خداوند توانمند، چه کریم است او، و فرو جایگاه ها که توی ای بنده ناتوان بر نافرمانی خداوند چه دلیری. با آنکه در سایه عیب پوشی وی جای داری و در گستری بخشش وی جا به جا می شوی و او بخشش خود را از تو باز نمی دارد و پرده ای را که خود بر معایب تو پوشانده بر نمی دارد، بلکه به اندازه یک چشم برهم زدن در نعمتی تازه که به تو بخشیده، یا در گناه تو که پوشانده، یا بلایی که از تو برگردانده، از لطف او بی بهره نبوده. پس اگر از او فرمان می بردی، گمانداری چه می کرد؟ سوگند به خداوند، اگر این چگونگی فراخواندن خدا به بخشایش خویش و روی آوردن تو به دیگری میان دو کس که در نیرو برابر و در توانمندی همگونند روی میداد، بیگمان تو نخستین کسی بودی که خود را محکوم به داشتن خوی ناپسند و رفتار زشت میکردی.